بیننده عزیز تلویزیون پیام افغان سلام، عرفان ملک زاده هستم. باز هم امشب مهمان خانه های شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سر حال باشین و سلام خاص زمستانی خدمت عزیزانی که همین لحظه برنامه آینه هنر را از طریق تلویزیون پیام افغان بیننده هستند. امشب ما باز هم در فرانکفورت مهمان یک برنامه هستیم و قبل از اینکه برنامه را شروع بکنیم یا آغاز بکنیم میخوایم که تشکری خاص از آقای خطاب رئیس تلویزیون پیام افغان و همچنان فرزاد نازنین که در بخش تکنیک ما را همکاری میکنه تشکری نماییم و میریم که شیلا جان در کجا هست. بینندای عزیز پروگرام آینه هنر، شیلا هستم. شب باز مهمان خانه های شما هستیم. البته که امشب یک برنامه هنری و سنتی برش گفته میتونیم چون موزیک هم داخل از این برنامه هست، اما یک برنامه سنتی هست که امشب خواستیم که برنامه را فکر نکنم تا حال کسی بر شما نشر کرده باشه و ما خواستیم تا نیم وقت شب شما میبینید ما در بیرون هستیم، هوا سرد است، خواستیم برنامه را بر شما ثبت کنیم و به نشر برسونیم. البته که عرفان جان هم با ما هستن و اونا میگن بر شما که در چی برنامه هستیم. تشکر شیلا جان عزیز. قسمی که شیلا جان یادآور شد، امشب ما در یک برنامه متفاوت عنعنوی یعنی شب یلدا در اثر این شب سال هست که ما با عزیزان و دوستایی که جمع شده بودن فرهنگیان از کشورهای مختلف آمدن، افغانا از راههای دور آمدن جمع شدن و خواستن که شب یلدا را جشن بگیریم. در این برنامه فکر کنم شیلا جان هم سهم داره که شما در لابلای برنامه خود دیدین، هم درست شیلا جان میکنه. خب عرفان جان عزیز بسیار زیاد تشکر. قسمه که گفتیم خواستیم اگرچه که شب یلدا همونطور که از نامش پیداست خود برنامه هم بسیار تا دیر هست و عرفان جان دوباره سفر هم داره، یک ذره نارام هم شده، اما باز هم خواستیم که برنامه رو بر شما ثبت کنیم. خب ما شما میریم داخل سالن، چطور از نظر شما ببینیم که برنامه چیست، پس دوباره برمیگردیم. عرفان جان میتونم که اینا چی کار میکنن چون کارهای داخل سالن مربوط از اینا میشه. روزگاری است که من طالب دیدار توام. فکر من باش در این شهر گرفتم. گفته بودی که طبیب دل هر بیماری از طبیب دل من باش بیمار. یلدا امشب شب یلداست، یلدای من تویی. امشب شب یلداست، یلدای من تویی. زان پاکیزه ها بیتر رویای من تویی. چون عشق آتشین فروغ گل نسرین، زان باغ و بوستان گل زیبای من تویی. یلداست نام پاک و شب صدق عاشقان، یلداست نام پاک و شب صدق عاشقان. ای صبح انتظار تمنای من تویی. از بر کنم کتاب از حافظ و سعدی، از بر کنم کتاب از حافظ و سعدی. موجم در این دجله دریای من تویی. از میان غبار و دود و سخت آمده با بهار گل در دست، با شکسته دلش براه شده به احراس از بقای شوم شکست. در میان غروب و شام و شب دست تقدیر در حریض آبش، کودکی بود بیخبر آزاد که ستم نقش مادری دادش. در 12 سالگی مجبور به ازدواج شده بود. بند و سنت حریم او را بست، زندگی گشت محبس و زندان، با همه جنگ و درد و ویرانی دل او پر ز خون و لب خندان. ناصر او درون زندان رفت، گم شد و چون ستاره ناپیدا. محبت را به دل دادن صفای سینه می‌خواهد، به یاد دیگران بودن دل بی‌کینه می‌خواهد. دوستان عزیز آرام باشید، ببینید که ما چی نوشتیم و شما چی می‌خوانید که داوراتتان هم صحیح داوری کنن. شما شیلا جان رفیق. زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی. چرا کاری کنند تا پل که بار پشیمانی. هتوای چیزیم، هتوای چیزیم،
که موای چیزیم نبتی نبزیم که توای چتی که موای چتی امپتی هم بزیم. در دوران اگوستینوس چهارم و ایس دین مسیحیت پذیرفت در سال دوم میلادی این مذهب مسیحیت گرفت و تمام آثار میترائیسم کنار گذاشت، اما تمام عوامل عناصر تقلیدی از اون حفظ کرد و یکی از تقلید شبیه‌انداز که به نام شب تولد عیسی گرفت و اساس هدایاتی که در کتاب مقدس و در انجیل شریف آمده پیدایش عیسی مسیح در تابستان است و این هیچ کس ممکن شده نمی‌کند. اما 24 تولد عیسی مسیح را به روز 21 قوس با استفاده از نام میترا گرفت و بعدا نام میترا به استفاده میترا است. تا قرن 15 تولد عیسی مسیح در شب یلدا بود. در قرن 15 وقتی که جنتری یا تغییر خورد، یعنی از جنتری جولیان بعد جنتری تغییر خورد به جنتری گریگوریان، اینمی دوران است که تولد عیسی را در تاریخ 23 و 24 می‌سازند. پس فرهنگ یلدا، نام یلدا بسیار باستانی است و سکه‌ها قدیمی‌ترین مردم است. در این بخش است که ما می‌بینیم که شب یلدا یکی از باستانی‌ترین و بیشتر باستانی‌ترین و داستانی‌ترین شب‌های فرهنگی است که ما با افتخار می‌کنیم، یعنی زاری فرهنگ چهار خود است. دیوانگی دارد
تلویزیون افغان بانو شیلا جان غفوری. شیلا جان غفوری نه تنها یک خبرنگار است بلکه یک آوازخوان خوب که در طول یک سال کلیپ‌های بسیار زیبایی کشیده که من یکی از طرفدارای آواز شیلا جان غفوری هستم. همکار نازنین من ذکریا جان اندیشه که بار دوم است در این مبارزه و از شهر اشتیکو زحمت کشیده و اینجا آمده قربان قدمای هر سه عزیز مهربان شما. فقط 3 جمله کوتاه برای شما میخوام. سلام بر تو که خود را باور داری و واقعا که بسیار خود باور داره و میگه خواستن توانستن است. سلام بر اندیشه توانای تو. سلام به دستان خلاق و سازنده و شما را می ستایم و دستان پرمهر شما با گرمی شب یلدا و گرمی محفل می فشارم. خوش آمدید در جمع ما. شرمنده هستم که برای شما وقت سخن گفتن نبود ولی در برنامه‌های بعدی ایش ویرلیس گود مخین. سیموجان دوفی شیلا جان غفوری تقدیم میکنیم و خانم واسمی کسی که اینجا صندلی را زحمت کشیدن و جور کردن. میفهمم که وقت بسیار زیاد هست و جا دارد که ما هم از طرف خود و از طرف تیم پیام افغان از نظیفه جان و دستندرکارانی که امشب برنامه را به کار انداختن یا هست تشکر کنم. میفهمم که زیاد زحمت کشیدن و زیاد پلان‌های داشتن که در نظر وظیفه وقت نمیتونن که پیش ببرن، اما من همیشه سپاسگزارش هستم که واقعا پشتر خانم بوده و همیشه با ما هست. دوستش داریم و ما هم باشد میباشیم. البته برنامه‌ای که امشب ثبت شده و زودی از تلویزیون پیام افغان نشر میکنیم. یک توفیق که از طرف ما عرفان جان و احساس جان دو همکاریم که ازشان سپاسگزار میکنم هستم همیشه که با ما بودن. از برای همه شما تشکر و وقت شما زیاد نمید. همینجا باشید. دو از 3 عزیز ما که پشت کامراها زحمت میکشن اینجا بیاییم. خبرنگارای تلویزیون افغان یک شاخه دگم مرا بدید مسئول جان خیر. دوست آقای همیشه اینجا بیاین. نام شما یادم رفته نصیر جان فروتن. یک دنیا سپاس از شما عزیز. یک دنیا سپاس از شما عزیز و یک دنیا سپاس از کسی که اکنون پشت کامرا است. اینجا بیایید. خیلی است دیگه. جهان سپاس از شما عزیزایی. از آقای کوچی بشنویم آوازخوان خوش‌صدای. خب دوستان عزیزان باز هم خوش آمدید. امیدوار هستیم که تا این لحظات برنامه ما را همراهی کرده باشین. قسمی که شما دیدین در لابلای برنامه ما داخل تالار بودیم. برنامه را کم کم دیدیم و
شعر و سخنرانی فرهنگی که آمده بودن و همچنان تصاویر کوتاه از تقدیر شدن شیلا جان غفوری. میریم بپرسیم که با کدام دلیل شیلا جان غفوری تقدیر شد و از کارهای کردن چی بوده. و شیلا جان هم فکر کنم هنوز منتظر ما هست اینجا. میریم و ببینیم که دق نآورده باشه. شیلا جان، ما دوباره برگشتم و در مورد تقدیرنامه صحبت کردم که شما در اوج تقدیر شدین و فکر کنم و یک تندیسی بر شما دادن که البته دوستا تصویر تندیس هم میگیریم برشان. خب عرفان جان عزیزم، از صداش از دور شنیدم که گبرم که شیلا جان دق نآورده باشه. دق به هر صورت آنقدر هوا سرد است که یخ مازد. ما بر شما فقط نشان میتیم که اگرچه عرفان جان درباره چیز دیگه پرسان کرد، اما عرفان جان 400 کیلومتر دور آمده و این قوای سرد ما این برنامه رو بر شما درست میکنیم. بله عرفان جان عزیز، قسم که شما خودتان مشاهده کردین درباره کارهای ما و درباره تقدیر کردن که واقعا جای بسیار خوشبختی است که ناگفته نمانه که رئیس از اتحادیه است خانم نظیفه صدیقی که واقعا همیشه پشتیبان خانم ها مخصوصا هست و تقدیر کردن. اگرچه پلانایشان وسیع بود، میخواستن یک آهنگ ما را پلی بکنن اما نشد چون وقت کم بود. اما عرفان جان اگر حوصله داشت و خواست امی آهنگ جدید ما میتونه که بعد از این مسئله که نشان میده پلی کنه با خودشان بگن که اینا چی دیدن. من از خود تعریفی نکنم مثل بعضی آوره که مایک بگیرم و تنها از خود گفته برم. ببینیم که عرفان جان در این باره چی میگن. دقیقاً قسمی که شیلا جان یادآور شد و شما عزیزان همچنان در تصویر دیدین شیلا جان خواستن به ارتباط آهنگایی که سروده بودن در اواخر. البته شیلا جان از سخنرانی یا از گویندگی رفتن به طرف آوازخوانی و دو آهنگ خیلی زیبا را برای شما عزیزان تقدیم کردن که یکیش حتما در لابلای برنامه شما میبینین و تقدیری که شدن، تندیسی که برای شیلا جان دادن به ارتباط می آهنگ و فعالیت‌های رسانه‌ای که میشه گفت یک دهه در رسانه ها فعالیت میکنن و کار میکنن، زحمت میکشن و همچنان شعر و سخنرانی که از عزیزایی که آمده بودن، فرشته هایی که آمده بودن شما دیدین که البته امشب شب یلدار مخصوص شعر و آهنگ و مراسم فرهنگی که اینا گرفته بود و دوستایی که تقدیر شدن بخصوص فوکس بیشتر روی رسانه ها بود و در مورد خانم ها و اینا صحبت کردن. پرحرفی زیاد نشود که دوستا خواهد گفتن اینا فقط میگن. در لابلای برنامه آهنگ هم میخوایم که نشر بکنیم دیگه. شما چطور بود برنامه؟ خوشتون آمد یا چطور؟ برنامه جالب بود. خانم نظیفه صدیقی زیاد زحمت کشیده بودن تا جایی که من میفهم تقریبا 3 ماه هستی برنامه را اینا پلان گذاری میکنن، اما برنامه ها بسیار مشکل است. یعنی جور کردن یک برنامه کار آسان و راحت نیست. برنامه جالب بود. یک چیز بود که من واقعا بارها در این برنامه دعوت شده بودم اما امروز نظر به ازی وقت نمیتونستم. امروز رفتیم برنامه رو دیدیم، جالب بود. خود شما صنایع را هم گرفتین که زحمت شما زیادتر است. تشکر از زحمات شما. با حتما لابلای برنامه میسازین و میبینن و آهنگ با انتخاب شما ببینیم که کی را انتخاب میکنه. دوستا کلشون گل است آهنگای کلشون، ولی اول میریم فکر کنم آهنگ جدید شیلا جان غفوری را میبینیم و مشنویم، دوباره بر میگردیم و یک چیز باید فراموش نکنیم که در عقب کامرا یک عزیز ما، البته 2 عزیز ما، یک عزیز نامش میگیریم در عقب پرده هستن که بعد از آهنگ براتون معرفی میکنیم که کی هستن. ز شهر تو سفر دارم عزیزم، ز شهر تو سفر دارم عزیزم، هوای هم سفر دارم عزیزم، از اینجا می روم تا بر نگردم، تا بر نگردم، عشقی بی ثمر دارم عزیزم، تنگ است دلم تن، آیا کجایی؟ تنگ است دلم تن، از بی وفایی.
چشمم بیاید سر و پای مرا سودا گرفت تنگ است دلم آیا کجایی تنگ است دلم از بی وفایی تنگ است دلم آیا کجایی تنگ است دلم از بی وفایی ز شهری تو سفر دارم عزیزم ز شهری تو سفر دارم عزیزم هوایی هم سفر دارم عزیزم از اینجا می روم تا بر نگردم تا بر نگردم عشقی بی ثمر دارم عزیزم تنگ است دلم آیا کجایی تنگ است دلم از بی وفایی خب دوستای عزیز، علاقه‌مندان برنامه آینه هنر، امیدوار هستم که آهنگ دیده باشین و خوشتون آمده باشه. آهنگ واقعا زیبا بود، من خوشم آمد. شعر، کمپوز، صدا، به به. شیلا جان واقعا شهکار کردن و در مورد شعر و کمپوز و یا آهنگ خواد پرسیدیم، ولی در نخست فکر کنم شیلا جان چیزی گفتنی داره. ما قبل از اینکه بریم آهنگ بشنویم یک چیزکایی گفتم و شیلا جان خودشون میگه. خب بیشتر عرفان جان عزیز یاد کرد که کسی هست در پشت کامera میال فیلم برداری ما را میکنه، کسی هست که ویدیوهای زیبایی را که شما میبینین دلم شکست و دلم تنگ است و آهنگ بسیار مقبول شهکاری از اونا هستن. رفیع جان احساس یک از همکارای بسیار عزیز ما، دوست ما، برادر ما که واقعا همیشه بسیار عشق و علاقه مثل عرفان جان عزیز، بس که پیشترم گفتم بازوی دست راست و دست چپ ما هستن که با ما همیشه هستن و دیو آهنگ مقبول اونا شد کردن بر شما گرفتن بسیار مقبول بود و دیگه انشالله بخیر که در آینده نزدیک قسمی که وعده کردیم که یک برنامه با خود رفیع جان هم می داشته باشیم که درباره کارها و درباره ویدیو کلیپ اینا صحبت میکنیم، چون ببینیم کدام ما از اونا خوش هستیم کدام از ما خوش هست یعنی. دقیقاً ما همچنان از رفیع نازنین تشکر میکنم. دوست بسیار خوب، برادر بسیار خوب است و یک شخصیت بسیار عالی است. امیدوار هستم که همیشه همونطور گل بمانه و با ما باشه و همیشه خودش مثل گل ولی عمرش دراز و دراز و دراز باشه. خب شیلا جان، برنامه زیاد است و در لابلای برنامه ما همچنان از جریان پروگرام امشب هم بعضی چیزهایی داریم که باید نشر بکنیم. خوب است، میریم باز یکان جای میبینیم پس برمیگردیم.
کوچکندامی از آن سر جهان آمد و کاری کرد که رستم ها هم خوابش را دیده نمی‌دانستند. او دریا را مهار و دشتها را زندگی بخشید. این قربانی بزرگ آب زندگی که در دریای کار و دریاهای افغانستان در جریان است و از کوههای نوکش گرفته خواست بخشای کشور ما را سرپازی آواز و پایدار ساخته است در قلب و روح ما زنده است. از تمام مهمانان خواهش میکنم برای 1 دقیقه و پا ایستاد شد. دشمنان وطن، دشمنان زندگی و دشمنان آب تو را کشتند. یاران روزمره‌ات را نیز کشتند. خونهای شما در هم آمیخت. یقین داشته باش ای سرور انسانیت، از خون تو یارانت دریاها جاری خواهند شد و رویاهای سبز پربهارت بر دشت‌های خشک واقعیت خواهد بخشید. تو در قلب ما هستی، ناکامورای جاودان، کاکامورای عزیز ما.
دشمنان کاکامراد. مرد بر دشمنان کاکامراد. مرد بر دشمنان کاکامراد. بیننده‌های عزیز، دوباره برگشتیم. صحنه‌های را از شب یلدا دیدین و حتما آهنگای را شما دیدین و صحنه‌ها دیدین که بسیار زحمت کشیده بود عرفان جان عزیز. و شما می‌بینین ما میل یک درخت است پشت سر ما پر چراغ. نه، ما در پیشروی کریسمس هستیم. پیشروی کریسمس مقصد این است که 2-3 روز بعد کریسمس داریم ما و واقعا که در وقت کریسمس بسیار اینجا بیروبار میباشه، مردم مصروف میباشه و ما عرفان جان یک برنامه کریسمس هم بر شما تهیه دیدیم که او را حتما در خود کریسمس برتان شاید نشر کرده نتونیم، اما بعد از او برتان نشان میتیم چون ببینین که در کریسمس چی کارهایی میباشه، چقدر مردم. خب درباره کریسمس بر شما معلومات میتیم، ما پیش از پیش نمیگم. چطور از نظر خودت؟ گپ خوبه شیلا جان. دقیقاً قسمی که شما یادآور شدین در مورد کریسمس ما برنامه داریم که حتما به نشر میرسانیم و متوجه است شیلا جان که هرچند که شب زمستان است، ما گفتیم شب یلدا درازترین شب است و باران هم شروع کرد. ما فکر نمی کردیم ولی ما آمدیم باران نبود، شروع کرد باران که کمره ما تر نشه و کمرمین ما تر نشه، ما هم تر نشیم. تقریبا تر شده روان هستیم. خب عزیزا، فکر کنم که شیلا جان باید کم کم از عزیزای ما خداحافظی بکنیم، بخاطر از اینکه برنامه ما زیاد نشه و از چون وقت برنامه ما کم است. درست یا چطور؟ کار درستی. خوب است عرفان عزیز که ما شما در برف و باران و هر رقم حالت خودت هم دوباره رفتنی هستی. فکر میکنم فردا شب هم کار میری، بیشتر از اعصاب شما خراب بود، سرمایه زر دعوا کرد، ما تیر خدا آوردیم طرف سیل کردیم، گفتیم هیچ گپ نیست و سعی کنین در این حالت ها ما برنامه رو بر شما پر میکنیم. اما میفهم که شما ما را دوست دارین و قدری کار ما رو میفهمین. دیگه وقت شما رو نمیگیریم. شب روزتان خوش باشه. با دیگه برنامه‌های تازه و برنامه کریسمس ما فراموش نکنین. تشکر بسیار فراوان از تلویزیون پیام افغان که رئیس از تلویزیون هستن آقای خطاب و همکارایی که در پشت پرده هستن از آقای فرساد و دیگه همکارانی که همیشه زحمت میکشن و برنامه‌های ما را به بسیار وقت مناسب به نشر میرسونن. بسیار زیاد تشکر و شب روز شما خوش. حتما عرفان گلم برای شما خداحافظی. تشکر شیلا جان. من قار نیستم، قار نمیشم. یگان دفعه انسان از میشه دیگه. ما هم به نوبه خود میخوایم که از فرزاد نازنین و همچنان آقای خطاب که مسئول تلویزیون پیام افغان است تشکری میکنم. دیگه بیشتر وقت نمیگیرم تا هفته بعد باز در کجا خواهیم بود. خدا یار.